دانشگاه‌های تاجیکستان پس از یک نطق رئیس جمهور امامعلی رحمان در سال 2008 که گفت کشور به متخصصان زباندان نیاز دارد، یک پی دیگر به تأسیس اختصاص‌های پرداختند که زبان تعلیم در آن انگلیسی است. فاکولته‌های استعدادطلب و پرنفوذ مثل اقتصاد، مالیه و اقتصاد جهانی در تأسیس گروه‌های انگلیسی پیشتازی کردند. دانشگاه دولتی ملی، دانشگاه دولتی تجارت، دانشگاه اقتصاد و مالیه، دانشکده خدمت و سودا داوطلبان را به اختصاص‌های قبول کردند که گفته میشد تحصیل در آنجا کاملا با زبان انگلیسی صورت میگیرد. اما همصحبتان ما از شماره دانشجویان این دانشگاه‌ها میگویند اکثر درس‌های اختصاصی آنها همراه با گروه‌های تاجیکی در یک اودیتوریوم میگذرد و برنامه تعلیمی از گروه‌های تاجیکی فرق چندانه ندارند. اما دانشمندان میگویند آماده کردن استادان حرفه‌ای که به دانشجویان با زبان انگلیسی درس گفته توانند کار 1 سال و 2 سال نیست و بهتر است فاکولته‌های به نام انگلیسی تا پیدا شدن استادان زباندان بسته شوند. پروانه جمشید، پروفسور و رهبر انجمن معلمان زبان انگلیسی در تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان اکثر دانشگاه‌هایی که در تاجیکستان اختصاص را با زبان انگلیسی باز کردند برای آماده کردن متخصصان با این زبان آماده نیستند. با گفته پروانه جمشید، حالا در تاجیکستان تنها 2 دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه و فیلیال دانشگاه دولتی مسکو در دوشنبه از توان آماده کردن متخصصان با زبان انگلیسی برخوردار هستند. در تاجیکستان عین زمان 33 دانشگاه وجود دارد که از این شمار تنها 10 دانشگاه اختصاص‌های را با زبان انگلیسی تأسیس دادند.